روزای عالی رو پشت سر بذاریم. حال دلتون همیشه خوب باشه، نفساتون شیرین باشه و از تمامی دردها، از تمامی اندوه، از تمامی هر انرژی منفی که واردتون میشه، از همین اینا دور باشید. من کیمیا هستم. بگید دیگه از ویدیوهای روانشناسی من خوش اومدین. امروز قرار راجع به این با هم صحبت کنیم که چند وقت پیشم توی این اینستاگرامم استوریشو گذاشته بودم، یادآوری کرده بودم بهتون. راجع به این هستش که ببینین من اصولا خودم یعنی چند تا از ویدیوهای قبلی همشون راجع به این بودن که چیکار کنین که یه آینده خوبی رو در پیش داشته باشین، چجوری به دنبال هدفهاتون باشین، چجوری به هدفهاتون برسین. فرقی نمیکنه چه یه دونه هدف، دو تا هدف، هیچ فرقی ندارن اینا با هم. فقط باید قشنگ بتونین برنامه ریزی دقیق و عالی داشته باشین برای این و بدونین که چیکار بکنین چیکار نکنین و همین اینا. الان یعنی امروز توی این ویدیو من قراره راجع به این صحبت کنم باهاتون. یعنی یه ویدیو متفاوت تر هستش نسبت به ویدیوهای قبلی که چطور میتونیم اول از همه دنبال هدفی که میخوایم یعنی اون رو پیدا کنیم و چجوری برنامه ریزی دقیق داشته باشیم براشه و چه کارهایی میتونیم بکنیم که حتی از با استفاده از هدفاتون از زندگیتون لذت ببرید. چون ببینین تنها چیزی که ما رو توی این زندگی نگه میداره و باعث میشه که ما زندگیمون رو ادامه پیدا کنیم یعنی ادامه بدیم باهاش و از چیزی ناامید نشیم، حتی بدترین اتفاقات توی زندگیمون، هر چیزی که ما رو به سمت سوی زندگی میبره این هدف هستش. اینکه دنبال چی هستیم، چی میخوایم چه کاری میخوایم انجام بدیم تا اون آینده‌ای که دنبالش هستیم به اون برسیم. فرقی نمیکنه. سلیقه میدونیم تو اینجور موارد سلیقه همه یکیه. یکی دنبال هنره، یکی دنبال ورزشه، یکی میدونیم کلا زندگی روی این بعد میگذره. اینکه ما چی کار بکنیم که زندگیمون تکمیل شده عالی پیش بره. ببینیم من خود من هر چیزی یه سنی داره، هر چیزی یه روندی داره، هر چیزی یه فکری داره، یه عقلی داره، هر چیزی یه اون رفتار منحصر به فرد خودشو داره که چطوری باش پیش ببری، چی کار بکنی و چطوری میتونی موفق باشی. ببینیم من خود من تقریبا یعنی تا الان من 23 سالم، یعنی تا به این 23 سال من نمیفهمیدم که اصلا زندگی کردن به چه دردی میخوره، هدف داشتن چیه، هیچ کدوم اینا رو نمیدونستم تا به اینکه عقلم انقدری قوی شد، انقدری از همه خطاها، از همه اون بدی ها که توی زندگی من به من شد و از همه اینجور چیزا عبور کردم، تموم شد و تا به این نتیجه رسیدم که من واقعا از زندگی خیلی عقب مونده بودم. یعنی سن 23 سالم حتی خیلی دیره واقعا، چون زندگی واقعا اونقدری میشه روش کار کرد، اونقدری میشه هدف ها تو حتی یکی دوتا هم نه، خیلی از هدف ها میشه اونقدری روشون انجام. واقعا زندگی به اون کوچیکی که شما تو ذهنتون هستش این نیست، واقعا خیلی فراتر از اینه. چون میگم من وقتی به این نتیجه رسیدم، من خودم دانشجوی رشته روانشناسی ام، یعنی تموم کردم لیسانسم.
انشاءالله که قرار ارشدم و فوق لیسانس روانشناسی رو بخونم و باز هم ادامه بدم به این کار. یعنی رشته اصلی خود من روانشناسی. بعد من که اینو تموم کردم، یعنی درسم رو تموم کردم، دانشگاهم رو تموم کردم، داشتم فکر میکردم که یعنی واقعا میگم تمام اون موانع که عبور کردم تموم شد. یعنی یه روزی بود که تابستون بود و میگم بعد از اینکه دانشگاه هم تموم شده بود، خب اصولا هر کسی به این فکری که خب دانشگاه هم تموم شد برم یکم برای خودم بگردم استراحت کنم. هر کسی، یعنی 70-80% آدم اینطوری هم. من خودم هم اینطوری بودم. وقتی تابستون رسید مامانم این باعث شد که من به این آگاهی برسم. به من گفتش که اولا که تو تابستونه میخوای چیکار کنی؟ میخوای همیشه بیکار بشینی تو خونه با دوستات بری بیایی بچرخی؟ نمیدونم، میدونی حرف همه مامانه این هست که بعد چرا نمیری دنبال کار؟ چرا به فکر که حداقل برو یه حرفی یا بگیری کاری بکن؟ دیدم که مامانم اولا که با این حرفش داره به من میفهمونه که من پشتتم. خب یعنی این مهمترین چیزه برای اینکه بخواید شما شروع به این کار بکنید. حالا اگر هم خانواده ندارین، شتون دوست هیچ کس رو ندارین، تنها هستین، خودتون باید پشت خودتون باشین. ولی اصولا طبیعتا همه خانواده دوست کنارشون هست که پیششون باشه. سعی کنین حداقل ببینین مامانتون، خانوادهتون بهترین دوستتونه که کنارتون هست. اون میتونه بهترین پشتوانه باشه برای این کار. میتونیم بهش یادآوری کنیم، یعنی غیر مستقیم، اگر نمیدونه که اینا رو بگه، اگر دیر شده برای گفتن اینا، شما یادآوری کنیم بهش. نه اگر هم اینجور چیزا نیست، خودتون پشتوانه خودتون باشین. میدونین تو این دنیا فقط 3 چیز برای آدمه که میمونه، یعنی از نظر من: اول خودتی، بعد خانوادت، بعد اون خدای بالا سریته. غیر از اینا به هیچ کس نمیتونی پشتوانه بشی. اگر هم نبود دیگه واقعا چاره ندارین، نمیتونین، فقط خودتونین، دوستتون و خدایی که بالا سرتونه. این رو پشتوانتون نگه دارین. حالا هر کسی رو که میخواین، هر اعتقادی که دارین، هر دینی که دارین، مهم نیست. برین یادآوری کنین. اگر میبینین این کارا رو نمیکنن، برین یادآوری کنین، بگین که پشتم میمونی، کمکم میکنی. آیا من اون چیزی که دنبالش میخوام برم رو تو راهنمایی میکنی که من برم؟ ببین اصلا چطوری، اگر خوب بود، اوکی بود، همه چی خوب، از همون میتونی استفاده، از کمک های هر کسی که کنارتون هست میتونی استفاده کنی. ولی نه، دیدین نکرد، خودتون با اون توانایی هایی که حالا هر چقدر توانایی که دارین، میتونین با اون هر کاری بکنین. حالا فرقی نمیکنه، توانایی ها ممکنه یکی خیلی زیاد باشه، خیلی کارا بتونه بکنه، ممکنه یکی از همون کمش هم برسه تا به بالاها. من که مامانم اینو برگشت بهم گفت، بهش گفتم خب اوکی، اگه خب این یعنی داره به من اشاره میکنه که من پشتتم. به این فکر کردم که من که درسم رو تموم کردم، یعنی استارتش از اینجا خورده شد. گفتم من که درسم رو تموم کردم، اوکی، این از این، چون درسم کامل تموم شده. شما اول باید سعی کنین که با این درستون، اول با درستون یعنی به یه جایگاهی برسید، بعدا دنبال هدفهای آینده‌تون، بعدا با استفاده از اون درستون دنبال هدفهای آینده‌تون باشید. گفتم خب اوکی، من که درسم رو تموم کردم، بعد ایشالله قرار ارشد و دکترا و اینا رو ادامه بدم، حالا با اون کاری ندارم. گفتم اوکی، من که درسم رو تموم کردم، تابستونم که هست، نه کاری دارم نه چیزی، بگونه مامانم چقدر تا کی برم همش با دوستام این کافه اون کافه. واقعا زندگیم داشت تلف میشد، واقعا از وقت زندگیم، از وقتی که الان تو به این سن دارم، واقعا برای خود من حتی خیلی دیر شده، خیلی دیر. چون
حالا من الان 23 سالم، استار خوردم، حالا کوتا برسه 24 25 واقعا دیره. شما که حالا نمیدونم تو چه رده سنی هستین، ولی اگه سنایی که 16 17 18 19 20 یعنی از 20 سال به پایین هستین دارین این ویدیو رو نگاه میکنید، خواهشم به حرفام توجه کنید. واقعا میگم زندگی خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم میتونه سریع پیش بره و تموم بشه. پس قدر لحظه ها که دارین، اون چیزی که میتونین ازش استفاده کنین رو بدونین. و آره، داشتم اینو میگفتم که گفتم من که درسم رو تموم کردم، خب تابستونم هست، به قول مامانم تا به الانم وقتی این داره به من این امید رو میده، پس چه بهتر که برم استارت این کار رو بزنم. میدونین یه جرقه‌ای شد برای من. دیدم که پولساز، اول از همه به این فکر افتادم که پولسازترین بهترین چیز توی زندگی، یعنی واسه خانوم ها، واسه یه چیزا که توی جنس ما هستن، توی سن ما هستن، توی شغل تحصیلی ما هستن، چی خیلی خوب میتونه باشه دیگه. یعنی یه کار دیگه توی این زمینه باشه، چی خوب میتونه باشه. این فکر کردم، دیدم که واقعا پولسازترینش، یعنی من این فکر رو کردم، خب هر کسی ممکنه فکرش با من فرق کنه، دیدم که آرایشگری هستش. یعنی واقعا من اولین هدفم که یعنی بعد از روانشناسی استارت زدم این بود. گفتم آرایشگری واقعا کمش یه میکاپ ساده، یه مو درست کردن ساده، خودش واقعا خیلی هزینه زیادی داره، یعنی هزینه زیاد میخواد و هم البته وقتش، یعنی اون موسمی که میذاری، یعنی واقعا من خودم الان آرایشگر هستم، یعنی تو این تابستونی که یعنی اولین هدفم این بود که من این رو گذاشتم پای آیندم، کلاسش رفتم، یعنی این 3-4 ماه تابستون من اصلا بیکار نبودم. حالا غیر از اینا باز هم هدفهای دیگر رو هم دنبال کردم. حالا با اینکه این بود من کلاسش رو میرفتم و تموم کردم، الان یه آرایشگر، حالا از نظر خودم خیلی عالی نیستم، ولی باز من اولای کارم، باز رفته میبینی من هر چی باشه امیدم رو از دست نمیدم. از شما میخوام که اگر میبینین کارتون بده، اگر میبینین نمیتونین اونجوری که میخواین پیش برین، امیدتون رو از دست ندید. من خودمم الان تو این جایگاهم. بعضی وقتا واقعا یه روزایی داشتم، یه شبانه روزی گذاشته بودم که واقعا اصلا به هیچ جایی نرسیده، ولی باز هم امیدم رو از دست ندادم. باز هم انقدر تلاش کردم که تا به انقدر آنیش کنم که تا اون چیزی که میخوام در بیاد. الانم خدا رو شکر میگم آرایشگرم، یعنی اولین هدف من پس شد، اولین هدفم آرایشگری بود. حالا شما فرقی نمیکنه، ممکنه 10 تا هدف داشته باشین، ممکنه 5 تا، ممکنه 3 تا، ممکنه یه دونه، حتی فرقی نمیکنه. هر چیزی که شد امیدتون رو از دست ندین، دنبالش برین. گفتم یا با استفاده از یکی یا خودتون برای خودتون پشتوانه باشین تا آخر اون مسیر ادامه پیدا کنه. پس من اول از همه آرایشگریمو تموم کردم، کلاسش رفتم، ثبت نام کردم و همه مراحلش رو انجام دادم و هر روز هی میرم مدل انجام میدم، عکس میذارم، همش دنبال هدفم. دومیش، من خیلی دوست آشنا دور و بریام دارم و میدونین از هر چیزی استفاده میکنم، از هر چیزی به فکر اینم که یه هدف برای خودم در بیارم، اصلا سیرمونی ندارم من اصلا. از شما میخوام که اینجوری باشین. وقتی میبینین دوستاتون مثلا خیاطی بلده، گلدوزی بلده، عکاسی بلده، هر چیزی که رشته داره، برین ازش استفاده کنین، برین اون رو واسه خودتون الگو برداری کنین واسه آیندهتون. از هر چیزی میتونین از اون استفاده کنین. اینترنت ماشاءالله، مخصوصا همین خود یوتیوب پر شده از فیلم‌های آموزشی رایگان، پره. یعنی واقعا من خودم بعضی از چیزها رو میرم از یوتیوب یاد میگیرم. خب چی میشه مگه تو اونم یه سری حرفه ها میتونم به دست بیارم. آره، اینو میگفتم که من دوست آشنا دور و بریام خیلی زیاد دارم و
اینا همهشون گیتار میزنن. پس اولش که من آرایشگری رو ادامه دادم، تموم کردم که هیچ. بعد از یعنی یه تایمم متخصص داده بودم به ساعت. اینم بگم کنار این من خودم یه ساله که ورزشکارم. ورزش، بدنسازی، یوگا، هم بدنسازی میرم هم یوگا. ببینید من برنامه هم کلا اینجوری چیدم کرده بودم که کلا تایم بانوان ورزش همشون از صبح تا ظهرن دیگه. برای آقایون از بعد از ظهر تا شب میشه. صبح تا ظهرم و اختصاص، یعنی الانم اینطوریم، صبح تا ظهرم و اختصاص دادم، رفتم بهترین باشگاه ثبت نام کردم. کلا صبح تا ظهرم متخصص، یعنی اختصاص دادم به رشته بدنسازی. صبح تا ظهرم و بدنسازی کار میکنم. ظهرا که میام خونه، مثلا ساعت 1-2 که میرسم، نهارم رو میخورم، همه چی اوکی، میشینم یوگا کار میکنم. یوگا هم چطوری آقا؟ میبینی پولت اضافه میشه، میبینی اینا رو نمیتونی بشی خودت الان تو همین یوتیوب یا توی خود اینترنت سرچ بزنی، پر از اینجور چیزا. تمام جلساتش رو تک به تک همه چیش رو گذاشتم. خود من از توی همین یوتیوب آموزش یوگا رو من انجام میدم. رفتم یه مت گرفتم، این مت‌های یوگا هست که زیرتون میندازین روش یوگا میرین. رفتم یه دونه مت گرفتم، ساعت ها برای خودم یوگا کار میکنم. یعنی بعد از اینکه بدن سازیم تموم شد، اومدم خونه، قشنگ تغذیه‌ام هم سر جاش، یعنی همین اینجور چیزا رو برنامه ریزی کردم. من از شما میخوام که اینطوری باشی. من اینا رو بهتون میگم که یعنی غیر مستقیم بهتون بفهمونم شما هم اینطوری باشید. ورزشتون سر جاش باشه، سلامتیتون سر جاش باشه، هدفاتون سر جاش باشه. هر چیزی که میخوام واسهشون برنامه بریزید، یه دفتر بردارید. اول اون آرزوهایی که میخواین بهشون برسین رو، یعنی آرزوهای خوبی که میخواین رو توش، هم آرزوهای خوبتون رو بنویسین هم آرزوهای بدتون رو. من هر شب قبل خواب این کارو میکنم. پا میشم برنامه ریزی میکنم. اول از همه برنامه‌تون لیستی که دارم برنامه ریزی میکنم. بعد میام آرزوهای خوبم و آرزوهای بدم رو کنار هم مینویسم. بعد به اون چیزی که میخوام برسم فکر میکنم که فردا قراره چی کار کنم، فردا دنبال کدوم هدفم باشم. میشینم برای اونا تک به تک، از صبح که بیدار، صبح زود که بیدار میشم تا شب که بخوابم، میشینم برای همه اونا برنامه ریزی میکنم. مثلا صبح یه تایمم باشگاه برم، یوگا کار کنم، آرایشگاه برم. بعد اینم گفتم که حالا این ستا رو که من انجام میدادم هیچ، میگم دوستان که گیتار میزنن همشون یعنی واسه خودشون یه پا استادن ماشاءالله، همشون کارشون توی گیتار خیلی خوبه. دیدم که اینا میکنن، یعنی منظور خیلی ماهرن و اینا. گفتم چه بهتر اینا که خب ما هر روز داریم میریم، چه بهتر که این بیرون رفتنمون که بیکار میشیم، یه چیز خوب، یه چیز مفید ازشون یاد بگیرم. گفتم میشه به منم گیتار یاد بدین؟ یعنی کنار اینا میام گیتارم یاد میگیرم. بعد از این من رشتم دبیرستان هنر بود، گرافیک میخوندم من دبیرستان. گفتم حالا بعد از ظهرام، یعنی کنار این یوگا و ورزش و آرایشگاه، حالا کلاسای آرایشگاه من یه تایم مخصوص باشه برای خودش. بعد از اینا بعد از ظهرام مثلا ساعت 6 تا 8 مثلا اینجوری میرفتم گیتار یاد میگرفتم. بعد که شب میومد، شبم بیکار نمیموندم. ببینی الان شد 5 تا به گیتار 5 تا حرفه شد. شبم بیکار نمیمونم، یا فیلم نگاه میکنم. مثلا بعضی وقتا که بیکار شدم، فیلمم مثلا آخرای شب میذارم، مثلا 12 تا 1 دیگه، خیلی طولانیش نمیکنم تا 2-3 برسه. من دیگه یک تایم خاموشی نمیخوابم. میام میگم چون دبیرستان گرافیک میخونه، یه چیزایی از هنر رشته در میارم. میام یه ایده هایی از هنر در میارم، مثلا از پینترست، از اینستاگرام، از هر جایی میام هنر کار میکنم. مثلا رو بوم کار میکنم. حالا میگم ممکنه خیلی ساده تر هم در میاد، ممکنه زیاد، برای ما فرقی مهم نیست. مهم اینه که یه چیزایی، یه کارایی بکنم. مهم اینه که دستم راه بیفته.
و آره میام کنار اینم هنر انجام میدم. یعنی من توی یک روز 6 تا هدف رو دنبال میکنم، 6 تا، حالا در زمان که به کنارش 7 تا هدف. من برای آیندم 7 تا هدفم رو دارم دنبال میکنم. از شما هم میخوام هر چقدر که میتونید، هر چقدر که بهش امید دارین، هر چقدر که حتی الان صفرم اگه باشین، یعنی به اون جایگاهتون صفر باشه، هیچ کاری نمی کنین، از الان شروع کنین. واقعا زندگی یه تایمی داره که دیره، یعنی یک جوری میگذره، یک جوری تموم میشه که واقعا دیره. میگم من خودم که الان 23 سالم، میگم چقدر عقب مونده بودم. وقتی دارم این کارا رو انجام میدم میبینم واقعا چقدر از زندگیم عقبم، خیلی زیاد. یعنی هر روز من مثل برق و باد داره میگذره، انقدری هی خدا خدا میکنم که واقعا اون تایمش نرسه و من اینا رو انجام بدم و تموم کنم. ولی واقعا میبینم مثلا به یه چشم هم زدن همه چیز میرسه تموم میشه. از شما هم میخوام قشنگ بشین واسه خودتون اونجوری که گفتم توی دفتر آرزوهاتون رو بنویسین، برنامه ریزی کنین، واسه آیندهتون هدف داشته باشین و هر هدفی که میخواین، فرقی نمیکنه 6 تا هدف، 5 تا هدف، 4 تا هدف، یه دونه هدف، هیچ فرقی نمیکنه. واسه اون برنامه ریزی حداقل تا میتونی به بهترین نحو ممکن رو انجام بدی. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو گوش کردین، تا به الان با من بودین و ازتون میخوام که واقعا دنبال همه چیز باشین، هر چیزی که تو ذهنتون هست تا میتونین دنبالش باشین، اصلا ناامید نشین. به فکر این باشین که چطوریم، فقط نگین که من ناامیدم، بگین چطوری میتونم به اون چیزی که میخوام برسم. ممنونم، روز خوبی داشته باشین. امیدوارم که خدا هر جایی که هست دنبالتون باشه، حمایتتون کنه، خودتون پشتوانه خودتون باشین و هر کسی که دور و برتون هست. ممنونم، خدا نگهدار.